تو آغاز چمپیونات جهان اوید با جودو همگی 3 روز دیگر باقی ماند. هیئت منتخب جودوکاران ما آخرین تمرین‌هایشان را برای آمادگی به این مسابقه جهانی برگزار می‌نمایند. در شهر آوامور ژاپن هیئت منتخب جودوی کشور آخرین تمرین‌های آمادگیشان را برای چمپیونات جهان برگزار می‌نمایند. در پی تلاش‌های مشترک فدراسیون جودو و کمیته ملی المپیک کشور، هیئت 8 نفره جودوچیان همراه با هیئت مربیان برای آمادگی بهتر دوام 2 هفته است آمادگی خود را در کشور میزبان چمپیونات جهان و بازی‌های المپیک تابستانه 2020 برگزار کرده استادند. همکنون هیئت جودوچیان با همتایان ژاپنی خود مشق و تمرین‌های زیادی را برگزار نموده تا قبل از چمپیونات جهان همگی یک تمرین دیگر باقی مانده و ما با عضو منتخب جودوی کشور کامرانشاه استاپریان تماس تلفنی داشتیم که چنین ابراز عقیده کرد. با دستگیری کمیته کار با جوانان، کمیته ملی المپی، فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان ما را به این مشق‌های دسته جمعی سفربر کردند که تیاری خوب بینیم پیش از چمپیونات جهان. تیم منتخب جودوی کشور در شهر آمور قرار داریم در مشق‌های دسته جمعی پیش از چمپیونات جهان و مشق‌های ما همه روزه 2 مراتبه تمرین‌های تکنیکی و تاکتیکی تمرین کرده ایستادیم و گشتین جودو این نمود ملی ژاپنیا است. برای ما مربیان نازکی این نمود ورزش را آموخته ایستادند. یادآور میشیم چمپیونات جهان اوید با جودو در شهر توکیو از 25 آگوست تا 1 سپتامبر برگزار خواهد شد که در آن نمایندگان 149 کشور برای مقام‌های افتخاری نیرو میسنجند.